سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 22 ماه تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز. در این برنامه امامعلی رحمان سفرش به آذربایجان را قفو پرتافته و برای ودا با رئیسی به تهران رفت. تفصیلات سقوط چرخبود رئیس جمهور ایران از زبان رئیس دفترش. سالگرد دوم قتل باقر، لیدر اعظم از سرکش بدخشان که مرگش به اعتراضها در بوم جهان نقطه گذاشت. بعد 17 سال سامان محمدبیکوف در چمپیونات جهان صاحب مدال شد. تنها در نورآباد 77 عائله از سیل‌های اخیر ضرر دیدند. و اکنون تفصیلات خبرها. روز 22 ماه سال 2024 در تهران، پایتخت ایران، مراسم ودا با رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی، وزیر خارجه حسین امیر عبداللهیان و 6 نفر دیگری که روز 19 ماه بر اثر سقوط چرخبال در شمال کشور در نزدیکی مرز با آذربایجان به هلاکت رسیدند دایر شد. شبکه‌های تلویزیونی زیادی از جریان این مراسم پخش مستقیم را برآمدند. مراسم ودا را رهبر روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای رهبری می‌کند. در کنار او کفیل رئیس جمهور ایران محمد مخبر، سردار ستاد کل ارتش محمد باقری، رئیس پارلمان محمد باقر قالیباف، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر رهبران جمهوری اسلامی حضور دارند. برای ودا با ابراهیم رئیسی یک سلسله رهبران از کشورهای دیگر از جمله سروزیر پاکستان شهباز شریف، سروزیر ارمنستان نیکول پاشینیان، رئیس دومای دولتی روسیه ویاچسلاو ولودین، رهبر گروه تندرو فلسطینی حماس اسماعیل هنیه به تهران آمدند. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان خبر داد که روز 22 ماه امامعلی رحمان نیز برای اشتراک در مراسم ودا و اظهار تعزیت بنا به درگذشت فاجعه‌ای پرزیدنت ایران سید ابراهیم رئیسی به شهر تهران سفر کرد. او را در این سفر وزیر کارهای خارجه، یاردمچی پرزیدنت اوید به مسائل رابطه‌های خارجی و دیگر شخصان رسمی همراهی می‌کنند. خدمات مطبوعات پرزیدنت پیرامون این سفر تفصیلات دیگر نداد، ولی ژورنالیست تاجیک نظرعلی پیرنظرов با تکیه به منابع خود در فیسبوک خبر داد که قرار بود که امامعلی رحمان صبح چهارشنبه 22 ماه برای انجام سفر دولتی وارد باکو پایتخت آذربایجان شود، ولی او به خاطر اشتراک در مراسم ودا با رئیس جمهور ایران سفرش به آذربایجان را به قفو گذاشته است. مقامات رسمی این خبر را هنوز یگان شرح ندادند. در تاجیکستان از جمله در سطح مقامات رسمی به ابراهیم رئیسی برای آنکه بعد چندین سال تنش‌ها توانست که روابط ایران و تاجیکستان را نه فقط دوباره عادی گرداند، بلکه ضمن بازداشتش از تاجیکستان در ماه نوامبر سال 2023 حتی ویزا را از بین دو کشور فارسی زبان برداشت ارجگذاری می‌کردند. درست 2 سال پیش نیمه دوم روز 22 ماه سال 2022 محمد باقروف معروف به باقر، یکی از لیدرهای غیر رسمی و از همه پرنفوذ در ولایت مختار کوهستان بدخشان به طور مرموز در محله بوین شهر خوروغ کشته شد. طرفدارانش مطمئنند که او را نیروهای ویژه حکومت هدفمندانه از بین بردند، ولی مقامات تا کنون دست داشتن خود در قتل این لیدر سرکش را اعتراف نکردند و به این فرضیه اصرار می‌ورزند که گویا باقر در جریان یک اختلاف داخلی در بین خود سرکردگان گروه‌های متشکل جنایی بدخشان کشته شد. تا کشته شدن باقر چندین پیشنهاد به مقامات سپردن خودش و طرفدارانش را رد کرد و گفته بود که در مسئله حمایت از مختاریت بدخشان یگان قدم عقب نخواهد نشست. کشته شدن باقر در تاریخ 22 ماه سال 2022 نشان داد که موره اساسی مقاومت در بدخشان او بوده است، چون که مرگش باقی لیدرها و اعتراضگران بدخشان را آنچنان ناامید و روشکسته کرد که مقامات توانستند جریان پرره تحت نظارت در آوردن شهر خوروغ را تیزانیده در بین همگی چند روز دیگر باقی لیدرهای غیر رسمی بدخشان را به آسانی یا دستگیر کنند یا بدون مقاومت جدی از بین برند و با همین به موج اعتراضات در این ولایت مختار نقطه گذارند. مرکز مطبوعات ریاست کارهای داخلی ولایت مختار کوهستان بدخشان شب 22 ماه سال 2022 در یک اطلاعیه ویژه کشته شدن باقر را رسما تصدیق کرد. در این اطلاعیه باقر سرکرده گروه متشکل جنایتی محله برخوروغ
نام برده شده گفته میشد که او در جریان مناقشه بین همدیگری داخلی کشته شد. مقامات با همین تا امروز درباره چگونه و از جانب که کشته شدن باقر یگان تفصیلات دیگر ندادند، ولی منابع پایگاه خبری بامداد از خورو خبر داده بودند که باقر ساکن آن وقت 59 ساله کوچه به نام ایجابوف محله برخوروغ که مقامات او را تشکیل کننده و رهبر اساسی اعتراضهای اخیر در بدخشان مینامیدند، نیمه دوم روز 22 مای اسیر سنایپرها که چندین روز باز در محله باین خیمه گذاشتند کشته شد. به گفته منابع سنایپرها از کمینگاه خود باقر و دو تن از یارانش را زمان هدف قرار دادند که آنها در داخل محله برخوروغ حرکت میکردند. بعدا ژورنالیستان بدخشانی انورا سرکارова و رستم جانی که اساساً حوادث بدخشان را پیگیری میکنند در صفحه‌هایشان در فیسبوک با استناد به شاهدان عین برخی تفصیلات چگونه کشته شدن باقر را نشر کردند. بنا به اطلاع آنها باقر که روزهای اخیر تحت فشار شدید قرار داشت و به دلیل تحت هدف دائمی سنایپر را قرار داشتنش قریب از خانه بیرون نمی‌آمد، نیمه دوم روز یکشنبه 22 مای سال 2022 عزم کرده است که کمی در کوچه ها سیر و گشت کند. او پیاده از خانه‌اش که در محله برخوروغ واقع است بیرون می‌آید و شروع به سیر خود می‌کند. سینا از همراهان دائمیش مخفیانه از پیش می‌رود. چون محمد باقر به مکان باین می‌رسد، یک پیکاپ که نیروهای زودعمل حکومت به آن می‌گردند یک بار پیدا می‌شود. از داخل آن 4 سرباز سیاه‌پوش بیرون شده از 4 اتومات بدون تأخیر و آگاهی باقر را تیرباران می‌کنند. خورشید ساکنان این محل این وضع را می‌بیند و می‌خواهد با تنه خود محمد باقر را پوشاند. سربازان او را می‌پرانند. این وقت سینا هم به امداد می‌رسد، اما مقابل سربازان مسلح با دست خالی چی می‌کرد؟ قاتلان به ماشین سوار شده از جای حادثه غیب می‌زنند. جسد محمد باقر را مردم بعد رفتن قاتلان گرفته به خانه‌اش می‌برند. باقر فرمانده سابق اتحاد نیروهای مخالف بود و بعد امضای سازشنامه سال 1997 فرمانده قسم مرزبانی در مرز با خطای تعیین شده رتبه پلکوونی گرفت، ولی او بعد چند سال فرماندهی از خدمت حربی کنار رفته سالهای آخر یکی از پرنفوذترین لیدرهای غیر رسمی بدخشان به حساب می‌رفت. مقامات باقر را رهبر و سرپرست اساسی اعتراضهای اخیر در خورغ می‌دانستند و چندین ماه تلاش داشتند که او را دستگیر کنند. باقر را روز 23 مای سال 2022 به خاک سپردند. خلیفه اسماعیلی مظفر دولتمیروف را که مراسم دفن باقر و دیگر لیدرهای کشته شده را دایر کرده بود بعداً بازداشت و به 5 سال زندان محکوم کردند. مای سال 2023 در سالگرد اول مرگش مقامات لوحه یادگاری را که در آن نام مناسب و صحنه تولد و صحنه مرگ او نوشته شده بود اثر گورش کنده بودند. در عموم سال 2022 در جریان سرکوب اعتراضهای بدخشان بیش از 30 نفر کشته و بیش از 200 تن دیگر بازداشت و به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. غلام حسین اسماعیلی رئیس دفتر سید ابراهیم رئیسی روز 21 مای سال 2024 در مصاحبه مفصلش با خبرگزاری دولتی ایرنا برخی تفصیلات حادثه سقوط چرخبال رئیس جمهوری ایران نقل کرد. بنا به نقل اسماعیلی از 8 نفری که سوار آن چرخبال سقوط کرده بودند تنها امام تبریز عالم هاشم چندین ساعت دیگر زنده بود و آنها خبر سقوط چرخبال را از او گرفتند. اسماعیلی نیز روز 19 مای رئیس جمهور را در آن سفرش به مرز ایران و آذربایجان همراهی میکرد، ولی در راه بازگشت سواره چرخبال دیگر بوده است. از 3 چرخبالی که هیئت رسمی ایران بعد اشتراک در مراسم افتتاح سربند قلعه دختر در رود مرزی عرکس به تبریز برمیگشتند، 2 به او 3 به نقطه مقصود رسید، ولی چرخبالی که رئیس جمهور ایران رئیسی، وزیر خارجه ایران حسین امیر عبداللهیان، امام 5 وقته تبریز علی هاشم، والی استان آذربایجان شرقی ملک رحمتی و با 3 تن از محافظان و خلبان سواری آن بودند سقوط کرد. بنا به نقل اسماعیلی در راه بازگشت چرخبال رئیس جمهور در بین بود، ولی همان وقتی که آنها از میان یک ابر در بالای کون مس سونگون در استان آذربایجان شرقی عبور می‌کردند
چرخبال رئیسی ناگهان ناپدید شد. غلام حسین اسماعیلی گفت ما در هوای صبح به سمت تبریز حرکت کردیم و در میانه مسیر به یک ابر رسیدیم. خلبان بولگرد حامل رئیس جمهور هنگام رسیدن به ابر دستور افزایش ارتفاع داد، اما پس از افزایش ارتفاع اثری از بولگرد حامل رئیس جمهور نبود. از همان لحظه که اعلام کردند که ارتباط رادیویی وجود ندارد، تماس‌های با تلفن شهید سردار موسوی، دکتر امیر عبداللهیان، امام جمعه و استاندار برقرار کردیم. اما هیچ یک از آنها پاسخ ندادند. رهبر دفتر رئیس جمهور ایران افزود که او و وزیر انرژتیک علی اکبر مهرابیان و وزیر رای ایران مرداد بزرپوش در چرخبال بعدی بودند. چرخبال آنها بعد چندین دور زدن در آن منطقه بالای کن مس سنگون فرود آمد و آنها هرچی تلاش کردند یگان تلفن جواب نمیداد. بالاخره به خلبان چرخبال آنها میسر شد است که به تلفن همراه خلبان کاپیتان مستوی تماس برقرار کنند، اما به جای او کاپیتان مستوی آیت الله عالم خوشیم پاسخ داده است و خبر داده است که حال من خوب نیست و ما به در افتادیم. غلام حسین اسماعیلی افزود که ایشان اطلاعات خاصی بیان نکردند. بنده نیز با همان شماره تلفن تماس گرفت. ایشان اعلام کردند که حالشون خوب نیست و نمیدونند که چه اتفاقی افتاده است. از عاقل عالم هاشم پرسیدیم که کجایید؟ گفت نمیدونم. رهبر دفتر ریاست جمهور ایران در مصاحبهش افزود عالی هاشم مشخص جنگل و درختان را داد. بلافاصله برای ما مشخص شد که بولگرد رئیس جمهور دچار سانحه شده و آنجا ماموریت خودمان که صریحاً به محل سانحه برسانیم و اگر نیاز به امداد و نجات باشد کار امداد و نجات را انجام دهیم. و افزود بعدا فهمیدیم که سایر سرنشینان بولگرد در دم جان باختند. 21 مای سال 2024 گروه کاری کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان یکجویه با کمیسیای حالتهای فوق‌العاده ناحیه نورآباد معاین کردند که در این ناحیه وادی رشت در شرق جمهوری از آفتهای طبیعی روزهای آخر 77 عائله ضرر دیدند، از جمله 8 خواجگی پره، 4 خواجگی قسمان و به 23 انشاءات یاری رسان نیز بر اثر آفتهای طبیعی ضرر رسیده است. با یاری یک عدد تکنیک مهندسی در طول 2 کیلومتر راه از ساحل دریای سرخاب تا دهه یخک هموار کرده شد. همچنین با اشتراک 280 ساکن دهه حشر تشکیل کرده شده، کوچه و راهها از گل و لای تازه کرده شدند. با مقصد مستحکم کردن قلمرو اطراف پول ماشینگذار دهه یخک، کمیته 410 متر سیمتور و 500 لیتر سوزشواری دیزلی جدا کرد که برای رفع پیامدهای آفت طبیعی استفاده می شود. به عائله هایی که در نتیجه آفت طبیعی ضرر دیدند 10 مجموعه اسباب‌های آشخانه و 10 بسته بهداشتی جدا کرده شد. علاوه بر این اهالی از آفت طبیعی ضرر دیده 3 مرتبه با خوراک گرم تامین کرده می شود. به ساکنان آسیب دیده ناحیه تاجیک‌آباد خوراک و مدرسه کمک کرده شدند. کارهای رفع عاقبت‌های آفت طبیعی تحت رهبری کارمندان کمیته ادامه دارد. همچنین با سبب‌های باران‌های شدید روزهای 16 و 18 مای سال 2024 در کیلومترهای از 1 تا 18 از 21 تا 46 و 55 راه ماشینگرد لب جر مرکز ناحیه سنگوار، اینچنین در کیلومترهای از 1 تا 8 و 22 راه اتومبیلگرد دارای اهمیت جمهوری سیل آمد و در نتیجه لای و لایابه و سنگورک راه بست. کارمندان وزارت نقلیات پیامدهای آفت طبیعی را رفع کردند و شب 21 مای سال 2024 راه را پوره از سیل‌آوردها تازه کرده حرکت نقلیات تامین گردید. یادآور می‌شویم که از اول ماه مای تاجیکستان با چند موج سیل و بارشات شدید و خرابی آور روبرو شد. سیل‌های شدید 10 خانه و راه‌ها را ویران و 100 هکتار زمین کشت را نابود کرد و چندین کوپرک را کنده برد. متاسفانه در این آفت‌های طبیعی چند نفر قربانی شدند. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان اخیراً در یک جلسه به مسئولان امر داد که راه و پل و انشاءات دیگری در سیل‌های آخر خراب شده و همچنین خانه‌های ساکنان را برقرار کنند. پهلوان خوشنام تاجیک سامو محمدبیکوف روز 21 مای سال 2024 در چمپیونات جهان عاید به گشتین جودو در شهر ابوظبی امارات متحده عرب بعد 17 سال دستاورد پهلوان شورتیا رسول باقیوف را تکرار کرد و صاحب مدال برنجی شد. سامو محمدبیکوف که در وزن تا 81 کیلو
هنرنمایی میکرد. در این مسابقه 4 حریف خود را توانست از رو بردارد. او در اول چمپیونات جهان رقیبش دانیل زوبکو از فرانسه، بعدا فرانک دیفیت از نیدرلند را مغلوب کرده. در دوره هشتکنیوی مسابقه عبدالرحمن عبدالغنی مصری را شکست داد. در دوره یک چهارفینال سامان محمدبکوف با قهرمان فعلی جودوی جهان تاتو گرگشویلی از گرجستان وارد میدان گردیده به اشتباه اندک ارائه داد و پهلوان گرجی به دوره بعدی مسابقه را یافت. در قسمت تسلی بخش سامان محمدبکوف با دو وزیر دیوید کارپاتیان از روسیه را که همچون ورزشگر بی‌طرف هنرنمایی میکرد احسر را برداشت و در رقابت برای نشان برنجی و مقام سیوم چمپیونات جهان پهلوان دیگر گرجی دیمیتری گاجلیزی را مغلوب کرد. در تاریخ ورزش تاجیک این دومین مدال برنجی پهلوان‌های تاجیکستان در چمپیونات جهان عاید به گشتین جودو است. اولین مدال را رسول باقیف در چمپیونات جهان عاید به جودو همون سال 2007 در برزیل به دست آورده بود. سامان محمدبکوف و عمک بچه‌اش محمدبکوف هر دو در شهر ایرکوتسک روسیه در یک تالار تحت سرپرستی عمکویشان ارگش و فوته محمدبکوف را مشق میکردند. اما در حالی که محمدبکوف در مسابقه‌های بین المللی تحت پرچم روسیه هنرنمایی میکرد و حالا به دلیل تحت تحریمات بین المللی قرار گرفتن روسیه همچون ورزشگر بی‌طرف میدانداری میکند، سامان محمدبکوف در مسابقه‌های بین المللی از اول تحت پرچم تاجیکستان به میدان برآمد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.